رفقا حالتون چطور؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو بمب دیگه. امروز اومدیم پیست یخ ایران مال یا همون آیس باکس قراره یه تجربه کاملا باحال با هم دیگه داشته باشیم. یه ولاگ یخی داریم امروز و تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. پیشو گرفتیم بریم که بتره کنیم داخل. خب بچه رسیدیم به کفشداری، بریم که دریافت کنیم. دست شما درد نکنه. چشم دست شما درد. خب آجی سخته واقعا. اوکی آقا پوشیدیم. خب آقا این از دانومنده بعد بریم سراغ کفش دیگه، درسته؟ خب بچه این کفشش همینطور که می‌بینی یه تیغه داره، مراقب باشید دستتون اگه خواستید بیاید این تیغشه. و اینکه دیگه خیلی عادی دیگه میپوشید اینجوری مثلا. کف چیزام باید تو باشه، شلوارم. شلوار باید تو باشه. خب آره حالا اینو شایان میاد صفر میکنه. این ورم زانوبندمونه بستیم. دوباره این کفشم میام بزنم اینجا. بچه‌ها ما گرفتیم لباسا رو همینطور که می‌بینید مثل آیرون شدم آجی. بریم که بتره کنیم، بریم داخل. الان ما بریم تو دیگه شاید. آره بریم آقا. بریم تو زمین. حاجی با اینا راه رفتن واقعا عجیب غریبه. آقا ما نشستیم منتظریم تا شروع شه بریم تو بتره کنیم دیگه. شایان هم که داره بچه‌ها اونور نشستی دارن پشت صحنه ایم دیگه. آره واقعا این پشت صحنه‌مونه. یه صدا پنکم فکر کنم بیاد تو ویدیو. یا پنکه نه کنسل کنه. کفشا رو نگاه کنید. با این میتونید برید دعوا قشنگ. من همین کفشا رو فرو کردم توی کون. برید دعوا تیزی بزنید تو بدخواه. خلاصه که بریم حالا دعوا هم نکردید. واسه دعوا هم نکردید ولی قشنگه دیگه. به عنوان نمیاد. واه سنگینه. 3 کیلو هست شایان؟ نه بابا 1 کیلو شاید 1 کیلو باشه بچه، ولی سنگینه نیان. کلا کفششون سبک میشن. حاجی من کفشم هم اونجا ول کردم. اون لباس تو لاکه. حاجی کفششو ول کرده. تو میتونی زودتر بری تو زمین؟ نه چون بچه زمین الان خیسه. خب آره خیسه. اسکین من گلکسیه. شستن اینجا بعد برای همین خیسه. بعد وایسیم خوش. دست میتونم بزنم به زمین؟ وقتی رفتی داخل میتونی با زمین لبم بگیری اگه دوست داشتی. دست بزن. نواجی الان با زمین برفه آجی به سرده دیگه یخه. بیایید این ور چون الان میخوان در رو ببندن یه بار. خیلی خوشگله بچه، خیلی حال میده. الان هنوز نرفتیم. خب آقا همینطور که میبینید اینجا یه سری توپ وجود داره. توپ نیست این مال کرلینگ. آره این مال کرلینگ. خیلی توپ دست نزن به نظرم. سنگینه بچه، اینا همش سنگه. سنگ نیست چیه؟ خب نمیدونم ولی سنگ نیست. سرامیکه نمیدونم چیه اصلا. بحث نکن. این یه جنس محکمیه که خیلی سنگینه و این اینجوری روی یخ سر میخوره. اصلا اوناست که شاید جلوشو تمیز میکنن. آفرین آره همونه. دیدی بلدم. مطمئنم قراره پاره بشم بچه‌ها، واقعا مطمئنم قراره پاره بشم 100%. چرا این ویدیو رو اومدیم بگیریم واقعا؟ خاک تو سرم. چه احساسی داری؟ حاجی احساس خوبی دارم و احساس ترسیده دارم به خاطر اینکه احساس من قراره برم تو قراره حسابی بیفت. حاجی کونمون نشکنه. اگه شکست اینجا ما دکتر داریم اصلا نگران نباش. جدی دکتر هست؟ آره هست اکثر اوقات. آقا هر چی شد من اینجوری ببین من همینجوری بیافتم ضرر خوردم. نه ببین اگه رو 2 زانوات و 2 دستات بیفتی هیچیت نمیشه. من تو زمین بعد اینکه وارد شدم یه 30 دقیقه است من اینا رو کشوندم اینجا اسکیت کردم پاشون. نمیتونیم راه بریم، نمیتونیم غذا هیچ کاری بخوریم. نمیتونم. این که فقط به فکر خوردنه. وقتی اومده آره من واقعا میخوام بخورم از وقتی اومدم. جان بعد آقا
ما اینجا توپا رو بهتون نشون دادیم که الان یه بار دیگه هم آقای فیلم بردار نشون میده بچه‌ها. آقا سرویس کردی به این توپا اصلا. ببین توپ هاکی توپ کلا نیست. نه ببین توپ هاکی که بهش میگن پاک و کلا داستانش فرق پاک داره. دوستان، پاک. پاک. آره و کلا داستانش فرق. اینا واسه کرلینگ یه ورزشیه، من دقیقاً نمیدونم چه جوریه. بله. یه جارویی دارن، جارو میکنن، یخ یکم نمیدونم لیز میشه، تمیز میشه. آقا جاروهاش اینها. آفرین. اینا آقای فیلم بردار نشون بده. آقای فیلم بردار. زوم نکن نشون بده. آره یه همچین آره. چیزیه. اینو هول میده یه نفر، اون یکی جلوشو تی میکشه، جارو بچه‌ها میکنه. تی میکشه. من میگم چرا؟ بلدم. به خاطر اینکه اینا رو بچه‌ها وقتی سر میدن اون تو استکاک داره یا استکاک داره. این بیشتر من میده. آره این باعث میشه یخ آب بشه و این زیاد سر نخوره. چیز مثلا اگه سرعتش کمه اینو میکشن که این سرعتش زیاد بشه. وای نسته یه جا. آره دیگه یه همچین آره چیزی. این دلیلش اینه بچه‌ها. ادیتور یه چیزی بذار که راست میگه ادیتور یه چیزی بذار که جذاب بشه. ما انقدر زر زدیم هیچ جذابیتی نداشت. اوکی وگرنه چی شده میشه؟ هیچی این دو احمق مزاحم شدن. این شورا بریم. و کلاه من مسخره ترین بخششه. بیل داره کلاهی تو تازه. بیلشو نمیتونی بکنی؟ به این پیچ داره میشه بازش کرد. خب چرا باز نمی‌کنی؟ گشادم. This is the end. ایده خوبیه. سلام دوستان، من امیرم. امروز اومدیم بریم پیست یخ ایران مال. یه انفجار بریم تو. خب ببین دستاتو بگیر اینجا. دو تا دستاتو بگیر، صاف وایسا. پاهاتو اینجوری کن. هفتی. بالا پایین کن. بالا پایین کن. نگه دار هفتی. بالا پایین کن. آفرین. صاف وایسا. درسته. آجی پام داره میره بچه. میتونی. سنگین یک. چه حسی داری؟ یه حس وحشتناکی دارم. اوکی. واه واسه من هست؟ من درست میگم؟ تو یکم که تو صافتر کنی، زانواتو خمتر کن. آها. نیم قدم رو به جلو. قدم رو به جلو. رفیق امیرعلی. امیرعلی. با این بچه‌ها تو دارن تو میگم من یه دور شما رو بدم. دست بزن به این دفعه سوریشو نیست میکنی اگر بخوری زمین با دست بیایی پایین سور میکنه به صورت بچه‌ها هر کاری کنن میمیرم. مهمترین سوال زندگی من این هست که تو چرا فوت نمی کنی؟ چرا یعنی به دیار باقی نمیشه تابی؟ چرا از بین نمیری؟ این همه تریلی تو تهران هست چرا نمیری زیر یکیش؟ میمیرم. چجوری میتونی بری تو؟ واقعا چجوری میتونی بری؟ واقعا وحشتناکه. خود کابوسه براش. یه بار دیگه ببین. اینجوری ببین. به خاطر اینکه اگه دستتون اینجوری بذارید به خاطر اینا مثل که زهر میره. دستتون اینجوری میگیرید. فقط صورتت نباید به یخ بخوره. مهم اینه. چون ممکنه صورتت آسیب ببینه. ببین دو تا دست رو زانو، فشار. آها. حاجی داره میگه گو. خاک تو سرم. باید بخوری زمین. چون تا نخوری زمین ترست نمیریزه.
به خدا نریخته. کجا نمیای؟ سیاخ نمیام جدی. غلط کردم. نه غلط کردم. چجوری اونم میرن؟ رو زانو، دوتا دست رو زانو. نمیتونم زمین بگیرم بلند شم؟ نه میافتی. دوتا دست. آها دست زانو. باریکلا. روی زانو آفرین. باریکلا. باریکلا. بچه‌ها این مرحله رو اسکیپ کرد. بچه‌ها یه سرعت برم براتون. برو بچه‌ها تا هم برسن. آقا شما هم بچه‌ها یاد بگیرید که میایید آیس باکس دیگه حواستون باشه. این که ازن شروع کرد، این اسکیت رفته قبلا. این شروع کرد. کمرش. بچه‌ها میخوان لفت بدم فکر کنم. پشماشون ریخته. آقا ما تقریبا داریم یاد بگیریم اگه چشم نزنم خودمو. ببین بچه نیم قدم یا خدا. آی فیلم بردار رفت تو گوت ما. تصادف شد. نزنید من. فیلم بردار بیا فیلم برداری کن حمالی کن. حاجی فیلم بردارمون داره بازی میکنه. اسمای نظرت چیه راجع این؟ گوه خوردم حاجی. گوه خوردم. ناموسن گوه خوردم. بیشوخی بچه‌ها دارم میگم. واه وحشتناک حاجی سخته. باورتون نمیشه. یعنی اونایی که بچه‌ها که دارن اینجا میرن حتی به سن کم خیلی مهارت میخواد. خیلی تمرین میخواد. مثلا همین شایان میره این ازت بگم تو برو. بچه‌ها شایان رو ببینید. اصلا برگامش یخ میپاشه وقتی این بشر حرکت میکنه. آقا من بیشوخی کمرم درد کنه. این وزنم و انداختم رو چیزم نداره آقا دکمه گوه خوردم نداره. برم؟ برو آره تمرین میشه کن. بغلو برم؟ نه لطفا تمرین کن. برو خدا تمرین کن. یکم بغلو برم. اینجوری برو بیا. برم بیام؟ آره منم باهات میام. بچه‌ها من یکم یادش بدم تا بتونه اسکیت کنه. خیلی تلاش کنه. ترکیدم آجی. بچه‌ها من یه خورد آقا لفت بده اگه نه واقعا بچه‌ها من لفت نمیدم به خاطر شما هم که شده اسپای گنگ هیچ وقت قرار نیست لفت بدم. نه استراحت اینجا داریم استراحت میکنیم. دوباره میخوام برم اون تو پرقدرت حاجی. الان 19 دقیقه است ما داریم اینجا تلاش میکنیم و اگه بردارم من کلا خیس شدم. خیلی اوضاع خرابه. یه دقیقه صبر کن تکون نخور. واقعا خیس شدم و اینکه حاجی واقعا سخته. واقعا سمه. کن از اینجا راست میگه. بچه‌ها بیاید حتما اینجا خیلی حال میده. حاجی بردا ایران مال میاد بالا سرمون. چی گفتی راجع به پیست اسکیت ما؟ حاجی ما خم میشیم بچه‌ها. این چرا صافه؟ آقا این چرا صافه؟ آقا شاید اسکیت رفته تو نرم. من رفتم اسکیت بازم داداش. چی فکر کردی؟ بذار برم یه دونه. نه فکر بذار من یه اسکیت برم اینجا. میشه اینجوری برم آقا شایان؟ چون امیدواریم که چت به خاک نریم. آقا پس ما همینجوری به صورت اسکیتیمون میتونیم بریم دوستان. خب آقا ما بچه‌ها یه دور دیگه بریم. ببین میام رو زمین خیس عرق میشم. شما هم بگم این نباید اینجوری باشه. آهای محکم زد. آجی چه تابلوی خوشگلی دارن. واقعا خوشگل تابلو. جدی؟ بذار اومد بگو بچه‌ها. راست میگه آجی اون کلات. آجی اون کلاش. آقا شایان تو ایران مال خواستید ببینیدش میتونید بیاد دم اینجا ببینید. حاجی نزدیک بود تصادف شه بچه‌ها. باز اینجوریه. آره. خب نمیتونم من اسکیت بازم. ببین من اسکیت پلیرم. من عقبی دارم. چی فکر کردیمش؟ بچه‌ها سرعت. ببین این سرعت دارم واسه ببین. نخوری ها. میکنم تو.
حاجی ادیتور فکر کن ویدیو رو داره با صدای زیاد گوش. حاجی کامرامنمون اومده اینجا بازی کنه. به خدا از ویدیو بعدی کونش پاره است. این اشتباهه. نه ببین این کمر درد میاد. واقعا کمر درد گرفتم. نمیتونم خب. الان اوکی همین رو ادامه بده. و پاد هفتیه سگه. حاجی این ویدیو رو باید پورن‌هاب آپلود کنی. من برم خونمون. خداحافظ بچه‌ها. گود اند. بچه‌ها واسه شاهین چالش داریم. ببینیم میتونه انجام بده یا نه. شاید تو باید کل این زمین رو دور بزنیم. بیا اینجا زیر 10 ثانیه. اگه تو 10 ثانیه رسیدی اینجا برنده 800,000 تومان میشی. ولی اگه نرسیدی هیچی دیگه. بریم بچه‌ها ببینیم مهارت تایمر کی میگیره؟ تایمر ادیتور میذاره. بذار اوکی ادیتور میذاره. حل. ادیتور میذاره. تایمر داری بگیریم؟ تایمر گوشیم هست میخوای بذارم؟ آره بذار. بچه‌ها این 10 ثانیه‌مون از الان شروع میشه. 3 2 1 بیا اینجا تایمو بگیر. آجی زوم کن رو شایان. 7 8 9 ثانیه بچه‌ها 9 ثانیه. What the fuck جدی برقام زدی آجی. زدی آقا. واقعا حلالت 8 خورده 9 ثانیه. بچه‌ها تو 9 ثانیه این زمینو این لحظه نشون بده. واقعا بزرگا با این همه آدم که وسطشن. اینجا رفت دور زد اومد اینجا. خیلی بمبه واقعا. 800 منو بدید. 800 شو میدم جدی. 800 جدی 800 حلاله. 800 منو بده. میدیم آقا میدیم. خدافظ. خب آقا نظرت چیه چطور بود؟ حاجی نظرم اینه که خیلی بمب بود برای بچه‌ها. البته خب تو باگی هم که داشتی هم کمرت مشکل داشت هم زانو درد می‌کرد بچه‌ها و همچنین زانوم درد گرفت اونجا بخاطر من یه اینتروی توپاک یه اینترو داره من هر وقت گوش میکنم قلبم میلرزه. اینفوی دادم که چه جوریه اینجا اصلا. آره. اصلا چه جوریه اسکیت سریع‌ترش چه شکلی میشه استیبل ترش. تو به خاطر مشکل کمر و زانوت نتونستی بزنی ولی فهمیدی که چه کار باید بکنی تقریبا. و این اوکی بود این خوب بود. باز بیشترم اگه بیای اگه کمرت مشکل نداشت اگه زانوت مشکل نداشت خیلی خفن‌تر میتونستی کار رو انجام بدی. تا الان عالی بود. مرسی. خسته هم شدی؟ واقعا تو هم خسته شدی به ما یاد دادی واقعا. قربونت برم وظیفه بود. ما واقعا باید تشکر بکنیم از بچهای آیس باکس که انقدر تجربه خفنی و واسه ما واسه شما رقم زدن و اینکه گذاشتن ما با دوربین بیایم اینجا کاری که ممنوعه و به هر کسی اجازهشو نمیدن. مرسی از شایان که رفت مجوز همه اینا رو گرفت. مرسی از آقای معین زندی که این کارو واسه ما کرد و گذاشت این کارو انجام بدیم. مرسی از فیلمبردارمون. آقا یه سوال چقدر لایک بخوره میبری پدل یه ولاگ بگیری؟ جدی پدل؟ آره پدل نکست لول 150 تا لایک بخوره ما میریم واسه پدل بچه‌ها خیلی خفنه. من رفتم چند بار ما میریم واسه پیشنهاد دادم دیگه لایک کنید که پدلم بگیریم و خیلی باحال. لایک مساویه با پدل میریم پدل و میتره کنیم اینجا. بچه‌ها ما اگه که این ویدیوی بعدیمون یعنی خوب حمایت بشه و این ویدیوهامون کلا خوب حمایت بشه یه مسابقه واسهتون ترجیح تدارک می‌بینیم با جایزه 10 میلیون تومانی و در آینده قرار تو چنلمون آپلود کنیم. 100% هم ویدیوی خیلی بمبی قرار باشه. پس منتظر باشید، منتظر ویدیوهای بمب‌تر باشید و بازم تشکر می‌کنم. مرسی از شماهایی که تا اینجای ویدیو اومدید، ما رو سابسکرایب کردید، ویدیو رو لایک کردید، واسمون کامنت گذاشتید و مرسی از بچه‌ها، مرسی از شایان که انقدر امروز پیش ما بود، انرژی داد. قربونت برم عزیزم. واقعا با ما ترکوند اینجا رو دیگه. مرسی بچه‌ها. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.